وزیر دروی امریکای مایک بومبیو بیشاندر ناودولتی جبو سوریه ستیوان دیمستورا را روشا درباری آواکرنا کمیته دستور سوریه یا پیشروژه جبون ویساندنا دستور سوریه یانو گنگه شکرین. بردف که وزارت دروی امریکا هیرز ناورد جه روزنامه‌وانان را راگهاند که وزیر دروی امریکا بیشاندر ناودولتی جبو سوریه جوینک پیک آنی و تیده بحثا آواکرنا کمیته دستور سوریه یا پیشروژه و پیشکتنین که دیمستورا درباری پرسا کمیته دستوری ده بدست خو آنی گنگه شکرین. جالی خوجی گروپا بچوک یا درباری سوریه کج هر یک جوالات امریکا و بریتانیا و آلمانیا و فرانسه و اردن و مصر و عربستان سعودیه پیکته. دداویا تباخا بوری ده رشدبونا خواه لسر دست پیکرنا بلز جبو آواکرنا کمیته دستورا سوریه یا نو لجنیفه جالی شاندر ناو دولتی جبو سوریه راگهاند بو. هروها همان گروپا بچوک درباره سوریه داخواز جده مستورا رکربو که داویا جوتمه بحثا پیشکتن و داوی زانیارین که بدست خو و آنینه دوی درباره ده. هر لسر وی داخوازه ولات روسیا رخنین تند لگروپا بچوک کر و گود که اف داخواز دبه فشارک لسر دی مستورا و آماجه کر که دست نشان کرنا دمه دوی وارده شاشیتیه که مزنه.